درود به همه فوتبالیا. برگشتیم با قسمت سوم تورنمنت بهترین های تاریخ. توی مرحله قبلی دیدیم که یاشین تونست با اختلاف یان اوبلاک رو شکست بده. حالا تو این ویدیو ما شاهد یک رقابت حساس بین تیبو کورتوا و آلیسون بکر، دو تا دیگه از بهترین ها هستیم. به نظر کدومشون میتونه تو این مرحله پیروز بشه؟ همین اول ویدیو حدستو توی کامنت ها بنویس و تا آخر با من همراه باش تا ببینیم چه اتفاقی میفته. برای امتیاز دادنم از AI کمک میگیریم که نتایج عادلانه باشه. بزن بریم. مهار شوت و پنالتی. در مهار شوت هر دو دروازه‌بان نمره خوبی میگیرن. آلیسون رفلکس های سریعتر و در پنالتی گیری آمارش کمی بهتر از کورتوا بوده. از اون طرف هم تیبو به دلیل جثه بزرگ و فیزیک فوق‌العاده‌اش در موقعیت‌های تک به تک بهتر عمل کرده، ولی در پنالتی کمی نوسان داشته که این نمره‌شو رو در مجموع به 9 و آلیسون رو به نمره 9.5 میرسونه. تسلط روی توپ‌های هوایی و خروج از دروازه. این فاکتور نقطه قوت کورتواست، هم به دلیل قد بلندش هم به خاطر تایمینگ عالی که توی خروج از دروازه داره. در نقطه مقابل آلیسون هم در خروج‌های سرعتی برای پوشش فضای پشت دفاع عالی عمل کرده، اما در توپ‌های هوایی نسبت به کورتوا کمی ضعف داره. پس نمره آلیسون توی این فاکتور 9 و تیبو نمره کامل 10 میگیره. افتخارات تیمی. کورتوا با رئال مادرید چندین بار قهرمان لیگ قهرمانان اروپا، لالیگا و جام باشگاه‌های جهان شده و نقش تعیین کننده‌ای هم داشته. آلیسون هم یک بار لیگ قهرمانان و همچنین لیگ جزیره رو فتح کرده که کار بزرگیه. اما تعداد جام‌های کورتوا در UCL اونو به امتیاز 10 میرسونه و آلیسون هم 9.5 میگیره. افتخارات فردی. کورتوا تونسته جایزه یاشین یا همون بهترین گلر دنیا و دستکش طلایی جام جهانی رو به دست بیاره. آلیسون هم جایزه بهترین گلر فیفا و دستکش طلایی لیگ برتر رو مال خودش کرده. اما AI عناوین کورتوا رو ارزشمندتر میدونه و بهش نمره 9.5 و به آلیسون نمره 9 رو داده. تاثیرگذاری. آلیسون بکر در سیستم یورگن کلوپ نقش حیاتی رو ایفا می‌کرده و از تواناییش برای بازی سازی از عقب، تصمیم‌گیری سریع و رهبری مدافعان استفاده می‌شده. کورتوا هم به عنوان یک شوتگیر متخصص توی تیم پرفشار مثل رئال مادرید نقش حیاتی داشته، اما تأثیر اون در شکل بازی تیم کمتر از آلیسون بوده. پس نمره آلیسون در آخرین فاکتور 9 و کورتوا 8 میگیره. با این حساب کورتوا با مجموع امتیاز 46.5 و آلیسون با مجموع 46 رقابتشون تموم میشه و کورتوا به مرحله بعد میره. تو هم نظرتو توی کامنت ها بنویس که به نظرت آلیسون بهتره یا کورتوا. توی ویدیوی بعدی ما دو تا اسطوره رو داریم، فندرسار و دخیا.